سلام. یه خاطری از خودم میخوام تعریف کنم. یه چند سال پیش من برای بیمارستان میخواستم برم یه عکس MRI بگیرم. بعد صبح زود بلند شدم و رفتم اصفهان. رسیدم ترمینال، بعد یکم دیر شده بود. از این خطیا که وای میستن، بعد گفتم خب همین بذار خطیا رو یکیشون رو دربستی بگیرم برم. با یکی صحبت کردیم، نمیدونم حالا یادم نیست 100 تومن بود، حالا کمتر یا بیشتر. گفتم باشه منو ببر. بعد دیگه رفتیم و دیدم خیلی طول کشید. از این 4 راه، از اون فلکه، از اون 4 راه، از اون 3 راه، از این کوچه، از اون کوچه. خیلی گفتم بنده خدا چقدر با این مبلغ چه راهی رو ما رو برد. بعد رسیدیم جلوی بیمارستان و گفت آره رسیدیم بفهم. ما هم پول دادیم بهشون. بعد موقع برگشتن دوباره همونجا وایستادم لب خیابون و دست بلند کردم یه تاکسی وایستاد. بعد گفتم آقا میخوام برم ترمینال. بعد دیدم مستقیم اومد، 5 دقیقه نشد من رو رسون. این برای من جای سوال بود. بعد به راننده گفتم آقا ببخشید، من الان شما همین مستقیم از ترمینالم بری بیمارستان همینجوری مستقیم این خیابون 5 دقیقه؟ گفت آره. گفتم پس رفتنی من یه آقایی دربست گرفتم، منو نیم ساعت 45 دقیقه طول کشید، 4 راه و خیابون و 3 راه و همه کوچه پس کوچه تو منو رسون. گفت چی میگوی؟ گفت آه 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 بنده خدا اون میخواسته دور سرش بچرخونه. گفتم عجب آدم ناقلاییه. خدا کنه گیر اصفهانی های اینجوری نیفت. متشکرم.